السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران هم مسافر و هم هموطن من، الله سبحانه و تعالی در این روز سعید جمعه از خیر و برکات اون همگی ما و شما را نصیب روزه گردانه و گناه های ما را مغفرت، توبه های ما را مقبول و دعاهای همه ما و شما را مستجاب گرداند انشاءالله. بعدا در چندین نوارها، چند دودرکا و چند اپاها و چند خوارکا میخوای یک نوار کردن نشان میتن که نبینین من از تیک توک چه خیلی سوم کار کردم. اگر شما خوانین لایک از کنین، پسات از کنین، بلا و بتر و غیره و کسا. دوستان، اولا این تیک توک چایخانه بی دروازه نیست. خب و بعدا اساسا در تیک توک دو واسطه سوم کارکنی هست که یکمش این: اگر شما میلیون ها زیاد آبونچی داشته باشین و با یک کدام فیرمای دگوار بسته و اونا رکلام کنین، در هر یک کارتون رکلام گارج کنین، برای شما یک $2 میتد. خب برای رکلام کردن یک مبلغی معین موافق دگوارتون میتد. انا راه دومی که هست در تیک توک این طلبندگی. گویمم هیچ یک خطاگی نمیکنیم. یعنی چه خیلی الان که مردم همین باطل میزنن، خب پدرکای قیمت با همگی تون میدونید. حتی این در اکران های خود میبینید که هر یک پدرکش از اما 1 روبل سر کرده تا 7 8 10 20 هزار پدرکش است. بعض از برادران با عقل من شما به خاطری اما کدام دختر به همین یک نظر کرده پسی به رحمت فلانی جان گفته مثلا یا بوس روی کردنش پدرکوی قیمت میخرن، همین خیلی گیپناز میکنن. میگم یعنی دو راهی اساسی هست که یکمش برای مردم من شما هیچ مثلا که چاره نیست، یعنی نمیتونن هیچ فیرما را رکلام کردن، چون که اونها با این بلاگرای همون باتل باز هیچ حاجت ندارد. اما این طلبندگی الان در بین تیک توک بازان محترم خیلی پخش شده است. لیکن دوستان من، حال هم وقت از روز سعید جمعه است. استغفر الله بگین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن برای مسلمان این شرمندگی است، بی‌ناموسی است که طلبندگی کند. شما نه این طلبندگی نیست که خودتون فریب میکنین، لیکن دوستی من وقتی این طلبندگی نباشد برو کار کن. سودا است، تاکسیست است، تریتل است، هر کاری که هست روی حلال باشد. لیکن دست و پای روان داری و در پشت تلفن نشسته و اکا جانا پدیش کنین، اپا پدیش کنین، جوسکی اتویت تین، جوسکی این تین. دوستی من اونجا جوسکی جواب خواهی داد که دیگه هیچ فجمانی کار نمیتد. خواهرکای من، برادرای من، اکاهای من، روز سعید جمعه است. روز کتابای شما انشاءالله رحمان مقبول درگاه است. از این طلبندگی، از این پدرک زدن و درست روزی خودتان برای کیم کدام یک بیعقل و یک صاحب تیک توکی نه با ایمان شما کار دارد، نه با وی، نه با آخرت شما کار ندارد، با اونو صرف نکنین. برای این باز تکرار میکنم که فقط دو راهی سوم کار کنی از تیک توک است. یکی رکلام یک فیرما که این با توانایی هیچ یک باتل بازانی ما طوری نمیاد. دوم فقط طلبندگی که الان 99.9% باتل بازان کرده ایستادند و خلاص. الله سبحانه و تعالی همگی من و شما را از راه حلال رزق روزی خوردن نصیب روزی گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر در وقت نوار یک سخنی داخل از من شده باشد عذر زیاد. الله نگهبان همه شما.